سلام، وقت شما بخیر. امیدوار هستم که حال همه تان خوب باشه، عالی باشین. دوستای عزیز، ما در ولایت زیبای بامیان هستیم، در ولسوالی زیباتر یکاولنگ و در قریه قشنگ شورشوری. درسته؟ عزیزان، در خانه دکتر صاحب خلیل هستیم و در جمع صمیمی و جمع عزیزی خانواده دکتر صاحب. واقعا ما از لحظه ای که آمدیم اینجا، ما خودم شخصا فکر میکنم که کنار پدرجان و مادرجان خودم هستم. یک حس عالی که واقعا ما خودم وصف نمیتونم. بیننده های نازنین ما سلام، امیدوار هستم که حالتان خوب باشه و شاد و تازه و سرحال باشین مثل ما و محمد رضا جان. دکتر جان سلام، عرض ادب دارم خدمت بیننده های عزیز. دیگه من بسیار خوشحال هستم که امشب میزبان دو عزیز ما رضا جان و فاطمه جان هستیم. بسیار زیاد خوشحال هستم که امیدوار هستم که چکر آمدن در یکاولنگ زیبا برایشان خوش بگذارید. سلامت باشید. دوستای عزیز، از لحظه ای که قدم گذاشتیم به این قریه زیبا، یک سوال دیگه داریم که پیشتر گفتم ما از وصفش عاجز هستم. دیگه در جمع خانواده دکتر صاحب هستیم. خلاف تصور ما که شاید چون در قریه هست، چون در ولسوالی هست، ما فکر میکردم که شاید بعضی سختگیری ها روی دکتر صاحب بیمال شد، ولی خلاف تصور ما همه چی عالیه و خوشبختانه که تمام خانواده دکتر صاحب مشابه دکتر صاحب است و افتخار میکنه همون رقم که ما به عنوان دوست به دکتر صاحب افتخار میکنم، خانوادهش هم به عنوان خانواده و این خیلی عالیه. دیگه خوشبختانه بگویم که پدرجان و مادرجان و دیگه دوستا هم اینجا ششته البته که ما را همراه شما عزیزا میبینن. فاطمه جان. دوستای عزیز، از زمانی که ما و محمد رضا جان وارد یکاولنگ شدیم دیگه همه تو دیده میرین که بامیان خودش قشنگ است، خودش یک اثر هنری است و همون رقم مردمای خیلی خوبی دارن، مردمای خیلی قشنگی دارن و از زمانی که ما خانه دکتر صاحب آمدیم، یعنی به راستی بگویم که مثل خانواده خود ماست، بسیار صمیمی، بسیار دوست داشتنی. دیگه امیدوار هستم که شما هم با ویدیوهایی که ما میمانیم خیلی حالتان خوب شه و لذت ببرید. آره عزیزا، دیگه امشب دکتر صاحب دستش درد نکنه با وجود که خسته است، ولی آمادگی داره که بر ما شما عزیزا دو قطعه آهنگ بخونه. دیگه هستیم عزیزا. یکی خود هنرمند در جمع خانواده خود بخونه، ما فکر میکنم که یک درجه شاید بالاتر از جای دیگر باشه. نه، ما همین تصور میکنم و حسرت میخورم که ای کاش ما خودم یک هنرمند میبودم، میتونستم بنوازم و پدر جانم میشنیدن، مادر جانم و خانواده و دیگه یک سوال دیگر داشت. ولی حالا هم همون حس هست عزیزا. پس بسم الله دکتر صاحب، دیگه هست.
واو دوستای عزیز، ما خوب بخی پرواز کردم، سرای میکوبا چکر میزدم دیگه. دوستای عزیز، این قطعه در حقیقت روایت عشق از دوتار است، یعنی این دوتا روی حنجره عشق روایت میکنه دیگه. عزیزان میگه هر کس همراه خود روزی داره، هر کس همراه خود چی طالع داره. چانس ما و فاطمه جان همین شب که آمدیم دفعتا میمانی شد و جایتان خالی. یک خواهر ما، خواهر خلیل جان میمان کرده بود، رفتیم یک جایی با صفا، یک جمعی با صفا و یک عالم قصه های خوب قدیمی قشنگ دیگه. ما خود سالون مردانه بودم، یک عالم قصه کردیم، از کجا تا کجا رو که قصه نکردیم دیگه. فاطمه جان هم شاید قصه هایی داشته باشه. آره دوستای عزیز، من هم که در اتاق خانما بودم دیگه قصه های شیرینی بود و بعضی رسم و رواج ها که جدید بودن بین مردم یکاولنگ بامیان که خیلی متفاوت بود از خانواده خسرو، از منطقهشان، از غزنیجان، از کابل و همچنان خیلی لهجه خیلی متفاوتی دارن دیگه. مردم های خیلی خوبی دارن و بازم میگم جای شما عزیزا خالی. آره دیگه. دکتر سبیم دفعه کدام بخیر.
دیگه دوستای عزیز ما گپ نمیزنم، دنبوره خودش گپ زد، صدای دکتر خودش حرف میزنه، کم حرف نیست، یک عالم حرف است. ما شاید اگر یک ساعت گپ بزنیم به اندازه یک بیت نتونیم یک حس بیان کنیم، یک حرف بیان کنیم، یک هدف بیان کنیم. و در کل ارزش موسیقی، ارزش شعر اینمیه دیگه، با قطعه بسیار کوتاه، با آواز بسیار کم، حرف بسیار زیاد را میگم دیگه. عزیزان برنامه ما اینمی رقم دیگه کم کم تازه شروع شده. تا حالی که ما در بامیان بودیم و رسیدیم اینجا و این منطقه، این قریه پر از زیبایی، پر از جاهای قشنگه که حتما آنجا میریم و دنبوره در لب دریا، در بلندی ها، در کنار سنگا و جاهای دیگه حسش بیشتر عزیزا دیگه. فاطمه جان چی حس داری؟ دوستای عزیز، من یک واقعیت برای شما بگویم. شاید خودتان متوجه شده باشین که وقتی دکتر صاحب دنبوره می نوازه و میخوانه، محمد رضا جان بسیار کیف میکنه و بعضی شما عزیزان هم در ویدیوهای قبلی که ما با دکتر صاحب داشتیم میره اشاره کردین که محمد رضا بسیار دلش خوش میگذره. خب این به این خاطر است که حتی وقتایی که خود دکتر صاحب نیست، محمد رضا صدای دکتر صاحب امرای سازش در موبایلش داره، بزیر پلی میکنه، گوش میکنه دیگه، می رقم که فعلا دیدیم کیف میکنه. من برش میگم که چقدر خوب است که هم دکتر صاحب رفیقت است و هم هنرمندی است که دوستش داری. من خیلی دوستای عزیز، من باید اعتراف کنم که خیلی خوشبخت هستم، خانواده خوب دارم، دوستای خوبی مثل شما دارم و یک رفیق نازنینی که خانواده شبیه خانواده خودم است، دکتر صاحب داریم و این خیلی جای خوشبختیه و من بابتش خدا را 1000 بار شکر میکنم. عزیزان دیگه، عزیزان سلامت باشین که همراه ما هستین و باز هم از این قریه زیبا، از این مکان خوب و از این فضای پر از آب و هوای قشنگ و نازنین برای همه ایتان آرزوی خوشبختی و سلامتی داریم دیگه. هستیم عزیزان، ما جمع، ما خانواده، همیشه و همیشه شما عزیزان را دوست داریم.